دلکارم هستم و اینگرم هستم. ما که زیاد میبینیم این بودر که کسی میزنه این خوب انجینر می باشه، خوب معمار می باشه، اینمی تو خوب نفر، خوب دکترا می باشه یگان تا اینمی لایق نفر کلش بودریا شده. ما به خدا یک حالی گفتنش خوب نیست، خدا ایران خراب کنه، ما در موج خراب شده بیادری، ولی کار و استاندارد ایرانی که یعنی یک استاندارد بسیار یک نفر کلان است. با خدا کارش ما گرفته بودم، یک قراردادشون تو یک امضا کرده بود، ما یک شخص خودم مونده بودم، دو دانه بیادر دارم، گریه میکردم پیش من که تو ملکای پدر مورد اوجو بفروشن، هیچ تاوان تو رو پوره نمیکنه. ما آخر سر که خلقم تنگ شد شما قهر کردم، گفتم شما رو تقسیمتان جدا میکنم، میتونم از خودم علایدگی به شما میبخشم، نمیخوای که بفروشید تاوان مرا بدهید. حالا او مهندس های او انجینر های البته خدا ازش گرفته بود یا غافل شده بود که او قرارداد کتمه امضا کرده بود. با خدا که یک قسم پیسه کشیدم که میشش تو وقت حساب کتاب کتمه روز پنجشنبه میگفت رضا نمیشه که کتمه او رضا میگن، رضا گفته نمیتونه، نمیشه که در نرخ شارواله حساب کنی کتمه. نمیگفتم مهندس بیادرای خود ایدست دادیم سری کار تا یعنی لازم یک 16 پولی تیغ نمیشم بازوهای من قطع کردی تو همه تو میگفتمش والا میگفت تو میتونی کار گرفتم بیادرایم خفه شدن که کار تاوان میکنی تو میگفتم حالا که فایده هم کردیم اگه تاوانم کنیم در گپ آمده ماله ما یک قاندود کشیدم لالا با خدا با بوجی که سر نداشتیم ما روان کردم که رفتم مادر ما بیچاره سیاسر بود، پدر ما شهید شده بود، کلانم نبودم، ما در اوجه بودم که یک سر میموندم مولوت روان کردم کنترل میکنم. آخر سر تفلا داری فامیل کجاست خانه؟ در کلولا پشته. چند تا اولاد داری؟ 6 تا. بچه هست؟ 3 تا بچه 3 تا دخترها. کار مار مکتب چیزی میکنه؟ بچه کلانش هلند رفته. اردن است؟ هلند. خب از اوجه باز خوب از دیگه کار جور از دیگه؟ نه هنوز تا اوجه نرسیده. خب در راست؟ نه رسیده در پیسش نرسیده. خدا کنه که از اوجه کاروبار تینمی تو خوب جور کنه. مالشان جور باشه. ما چی کردیم به پدر مادر که بچه به ما کنه. نه خود توی نمی تو کدی که او را کلان کردی حال روان کردی دیگه رفت بخیر. با خدا یک وقتی تو برات میگم که نشانای بسته بود سم بچه. حالا گپی تو بزن که اگر اقتصاد شما خوب شود چی را خواهماندی پودر اقتصادم خوب شود؟ اگر بچه به پولین برسه بچه پیشم برسه ایلام ایتم نه دولن و در دولار از هیچ بندواز نیست یک چشم بچه من کلم دیار ارزش داره پیش من. مردم میگه که اینمی از افغانستان که نفر میره ایران باز اوجه اینمی تو عیاشی میکنه و تو پودر شروع میکنه چی دلیل می باشه که ایرا شروع میکنه؟ این گپ نه این به خود شخص خودمه از عیاشی نافتادیم دیم. خب ما از دست رنج غم افتادیم واقعیتش میگم هست یک قصه دروغ نمیگن لالا یک تیز این از دست غم اگه نافتاده باشه از عیاشی افتاده باشه وضعیتش عالی این نمی باشه یعنی یا مثلا من وضعیت این نمی باشه که اگر عیاشی افتاده باشه ولی از دست رنج غم تکلیفی که فعلا دم غم خواستیم حتی جانم و یادم رفت ولی اوجه یک تعداد مردم هم هست که از عشق شوق راست میگن مردمش یک جور بیبنده بار است از یه حساب ما مردم هم یک کم وارد بندی نجات هستیم از این خانه که برامونیم پردال باز میکنیم یک کم خیلی بگیم کل دنیا این از ما شد اما سخت اشتباه میکنیم ما یک شو دمون سر تحت خو چه پرکت سمت خو هستم مر یک زن بیدار کرد از این خو من آزاد هم هستم دیگه سکت جوانی ده که دستنده 18 هستم 20 هستم چشم خود راست کنم این قسم دوستای میدم بود کنم زیر سرم بود شهر مردم مسافری هزار درد رنج غم داریم دارم که ساعت 2 بجه شد سعی کنم کشید خیریت خوبا شد بلند شد من راستی خدا شیعه اهل تشیع شوق خو شود باید تکنیکر خو شود ولی من یکی که تنبان مرا بکشم خیلی بگم کلی کشم ببینم واقعیته تنبان در جانم است ولی که نمی کمپال خدا که قسم که جان دم خدا یک دو کمپال مرا کش که قایم گرفت
نه گپت بگو چیکار داری گفت خنک خوردیم گفتم خنک خوردی کیف موچت استاش کل لباسم در جانم است و خب مردانه خلق کردیم نزن آمد کمبل کشتیم سر جانداخت گفتم میگی که خنک خوردی ای نمیگی یه دیگه جا گفتی فکر کنم او ایزه که اخته میگن گفت اخته سی گفتم وقتی که تولد میشدم من دست دایی خورده گفتم دمی دلم یعنی همه چیز رو خراب کرده این نفهمید بازم دست پرداخت تبرچه زیر چپرکت من زیر بالاشتم تبرچه رو کشیدم گفتم برو جای من پیری خیستم با خودم تشکیب میکنم یعنی خدا راستی لالا دو شهر اگر مثل من رو ولی که دو سند سال بودن می بود این کسی که دو وقت صدایش کرده بود امکان نداشت که از پیشه بره ولی خدایا قربان شوم بازم الحمدلله که در این فیلای قدر خرابی افتادیم دستم